المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی میفرماید که به یک قاعده نحوی اشاره میکند. البته علما گوش میکنن، باز گفته های ما را در شبکه های اجتماعی هم میپرتویند، بعضی علما هم گوش میکنن. گپ علمی هم باشد، اگر بعضی ها نفهمیدن اشکال ندارد. در زبان عربی الف لام یک میشود، الف لام عهدی میشود، الف لام جنسی میشود، الف لام استغراقی میشود. معنای استغراق هست همه را در بر گرفتن. حضرت میفرماید که در کلمه المسلمون، یعنی المسلمون من سلم المسلمون، مسلمان کسی هست که دیگر مسلمان ها سالمانند. میفرماید که در المسلمون الف لام در آمدگی است، اون الف لام استغراقی هست. معنایش همین است که مسلمان واقعی همون شخصی هست که همه مسلمان ها از زبان او و از دست او در امان باشند. چی گفتنی؟ یعنی این حدیث وابسته به خاندان خود ما و شما نیست، یا حدیث وابسته به خویش تبار ما نیست که خویش تبار آزار ندهیم، یا حدیث وابسته به اهل محله نیست که اهل محله خودت آزار نمیتی و دیگر دیگر را آزار میدی، یا اینکه وابسته به اهل زبان خودت نیست که کسی که تاجیک باشد یا کسی ازبک باشد همون همزبان خودش آزار ندهد دیگرها را آزار دهد، یا وابسته به رنگ نیست، سفیدها را آزار ندهند، سفید سیاه یکدیگرش آزار دهند. این گونه نیست. یعنی هر کسی که مسلمان می شود، لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، باید که از زبان و دست مسلمان در امان باشد. چی اون خویش هست چی بیگانه هست، چی زن هست چی مرد هست، چی بزرگ هست چی خرد هست، چی رئیس هست چی رعیت هست، چی سفید هست چی سیاه هست، چی عرب هست چی عجم هست، فرق ندارد. همه مسلمان باید که از آزار و اذیت دست و زبان یک مسلمان دیگر در چی باشد؟ در امان باشد. یعنی این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای یک مسلمان تا آخر عمر باید سرچشمه زندگی، سرمشق زندگی باشد. در خانت هم به همین عمل کن، در مسجد هم عمل کن، در کار هم عمل کن، در سفر هم به همین عمل کن. کسی را شناختی هم عمل کن، بیگانه هم که باشد به همین حدیث عمل کن، حرکت کن که نه از زبانی تو به اون آزار رسد نه از دستی تو به اون آزار رسد.